تو ماچ شما باید راشونی بگیرین و راج باید آگاه بی ترسون که بی راج آگاهی درست نیز میں جی واجه آرش ماکشمایی گه بفرمایید. واجه من یک گزارش دهیم که معدن طلا وضعیت چونکان چه که برداشت بی در آخر ظرفیت سالانه به چه حدی رسینه واجه کارم فعلا اولمی سال ظرفیتی وجه 443 کیلو شمش طلا در سال اول این معدنی که برداشتی کرد در 10 سال آینده وجه معدن رسی به 11 تن شمش طلا معادل 40% چه تولید کشور ای واجه کریم بک شگرک حداقل چیزی که مردم کم که آگاه تر بزانه که وجه چه چیزی چه می دستا برگه هنی فعلا و تنبری وضعیتا وجه تقریبا 3600 میلیارد وجه ای واجه کاران در امبری سال چنین معدن برداشت کنه در 10 سال آینده تقریبا 39,000 میلیارد تومان وجه این معدنی برداشته یعنی کلا من نظرم که واجه ها کلا بلوچستان شیره جان هنی کشن تو برین تی 10 سال اما معدن طلا وجه دلگان جدا معدن طلا سیاه جنگل جدا چیزی هنی واجه کارا په بلوچستان نه لکه خدا وات رحم بیاری آینده چی حال بمیشمی دیگه گپی واجه هم نه فقط تمشیت که مشما بزانی که چه حد چه ماشمی بوجه واجه شم برگه جی باز منتوار واجه میم هم دانه. جی ها. بله بله دواج داروش. جی ماکشمایی گه واجه. مهربانی. سلام عرض کنم دراهین دیوان پدا خاصه نوکی آیا کان آج علی مراد آج برانزی آج ریکی آج بلوچ آج زبیر آج آرش آدگک پیسر همدان تما سلام کرده گتن آج هانی منظم که کاری که جهلایا. بسته تغار بسته که وجه بخیر کن. بله. اه، من لورتا اولا همه اتاق شو پاچ کنم بله من دی دیوان بازه من گو حیف که دیوان بپروش اینن برنده گو تاکه من گو رایی تیم با پا باند ساعت 7:30 تگلی انت یعنی نو بلوچستان تیم با شی پدا لحظه جست بانوک اسمای کرد که شهر نه مردم جواب مده بی‌اعتنایی بکن. واج بلوچ عبدالرؤوف من حالا گیشترین خبرانی که من لورتون تا این مورد بکنه آی کتند ولی هم اشاره کنه. اولین وظیفه ما خبررسانی در سطح وسیع که خبررسانی ما چه هر کانالی چه هر طریقی که ما را در دسترس است چه فضا مجازی چه بری تلویزیونان تو که محاور کنی ما یه خبر رسانی کنی در مورد بلوچستان کتگیم و کنگیم در مورد بلوچستان شی یک کاری که می دستا فعلا برگید. دومی کار ایشن که درست این که حکومت هم منافع چهاران تقرب و بر اساس منافع وات عمل کنن بل پدا هم مردم و یه سری احزاب یه سری سازمان ها هستند سازمان های حقوق بشری و مردمی
که آما چه حکومتان جدایند و آما نیمه مردم خبررسانی هم بکن آیی هم بی تأثیر نه طبیعتا بچه تا زمانی که مسئله کشتار زاهدان واش پیش نیاد حتی تا ایران بلوچانش بیاد دید دیگری چارد اما ایرانیا و هر خبر مثبت در مورد بلوچستان را چه بسی که اخبار منفی و یک ذهنیت منفی که در طول سالها ما ایجاد کردش طریق رادیو تلویزیون حتی تئاتر و فیلم و شنا آیی یه خبر مثبت خونسای کردن ولی بعد از که یه مسائل پیش آمد متاسفانه نه تنها مسئله بلوچستان تا ایران هم گشت مطرح بود و یک چهره واقعی بلوچستان ظاهر بود بلکه در سطح بین المللی هم تا حدودی مطرح بود و وظیفه ما احزاب و سیاسیان فرق نکنه چه کسی حزبی بی چه غیر حزبی بیده هر کسی یه توانی هسته خب یه توان باید بکار بورده و بلوچستان شما که توکای ما شما شرایط درک کنی واقعا درک کنی شما رو شاباش ببیده باور کنی که همشه که ما در نای 90% ما که در نای بخاطرشی که بری چند سالیه بری ما بیلم برای بلوچستان برای پچ داری حتی محلوک حاضر نه بیایم تا کلاب هاوسا اکونتی پنج بکنه چه برسی به خبر بکنه یعنی که تا یک گروه واتساپی هور نبم که مبادا تلفنش گنده گویده نه به یه خاطر که سالی دو سه سالیه بری بروند پچ داره بنابراین شما را ما معیاری نکنی و شما را شاباش بیدیم بچه کشه با وجودشی که و جمعیم باغ و جی واجمی مداربش باغ و معلوم نه کجا را باغ و یک ولی چی منی دست که ببخشی نو در مورد چی که احزاب چی تونن بکنن یا نکنن یا کنن چه احزاب کنی احزاب ما افرادی یعنی احزاب چی یک سیستم پیچیده و نه اینکه تمام امکانات دنیا دستی احزاب بند چه از نظر اقتصادی چه از نظر لابیگری چه از نظر مطبوعاتی احزاب ما این که مثلا رو 8 ساعت را این کار کنی که وقتی روزگار را بگوازینی و جن چوکانی لاپا پر بکنین و وقتی هم زنده بمانی و در کنار آیی هم برحال یک چند ساعتی وحده په بلوچستان ما تو سکوت بکنین و ای وحده پوتی جن چوکان بلین ولی وجدان اجازه ندان که می مات و گوهر و براس و کام و سیاد و دان بزدگی بکشن تو ما مامانو به بیحیال بکنی به همین خاطره ما در حد توانوت هم وقت و تهلی وقت و جن چوک گیری و همین پولی که چه طریق کار به دست بیاری بخشش این پولا خرج کنیم مسافرت رهی من باید هم چند ماه پیش رفتم پارلمان اروپا ژنو چه بروکسل یه دیگران همه کارا نکنند ششی که فکر بکنن که ما رو ماهی 200,000 $200,000 چند سعودی و اسرائیل و امریکا و شام
کاش که هنچی بیدیم، ولی چه چیزا هنگه خبری نیست، بلکه در آینده ببیت امیدوارم و بلکه په لحظه های زبان ببیت په لحظه سیاست ما دارم، ولی دنیه وعده من که چوتی جیب خرج کده بس. نو بله من موافقم گلهتی ها بران چه بانو که اتونی نامنگاری بکنی که ما اینکه من نامه نوشت دیمی دین هرد کتا و گفتگو کنی یک سری کاران که مردم نتون بگشیدش فضای مجازی چیه ما کنگین داخل تایی همکاری های عمومی گروهی گویه دیگه ملت ها و یک سری کاران خوب گنده با بله هدفش این که ما گویه دیگه ملت ها هم دست بی و اگر تغییراتی وجودیت که ما تهنکا مبین و گو هم دیگه عمل بکنی تا یه رنده چطورکا بیتیم چنو حقوقی ما یگیریم بستگی به معادلات داخلی هست، معادلات منطقی، معادلات بین المللی و ما به طرف هر سناریوی باید آماده بکنیم. هر سناریوی ممکن اتفاق که پیتای ایران تا خاورمیانه الان یک انبار باروتی که کافی یک کبریت جنگ بیتیم و منفجر بیتیم. روی حساب ما به نسبت کرد آمادگی نیستیم، به نسبت ترکا هم حتی ما را آمادگی نیستیم، ولی من مطمئنم که ما به نسبت 57 آماده تری. 57 وقت که انقلابو من و یادت من جوانه کیدا کم سن سالتا ایران شهر مردم مچی کو جا شاه شتگد رب مصر استگد که جاور استد مردم آت کن خیابانا جاوید شاه شکر. خب هنو دیگه من فکر کنم ما ملت ما با درک آگاهی و ملی و رسته که خوب بده بهتر 50 سال پیش تشخیص دادن و یک چه دلیلانی هم طبیعتا همه کار احزاب و فعالین سیاسی فعالین مدنی چه داخل چه خارجه و بی تأثیر نه طبیعتا و تأثیر و تشریشته بل ما بشی بسنده مکنی بلکه به جلو برهی آوانی که منفرد کار کنه بکنه مشکل نه وقتی دین هم ادا بکنه به وقتی ملت و وقتی سرزمین آوانی که گروهی و تشکیلاتی کار کنه و چه بهتر اما هم کار بکنه. ما کوشش بکنیم در مقابل هم صدی مبین هرچند که ممکنه ما را اختلافات سلیقه‌ای بیته ولی در مقابل چون هدف نهایی یک و آیش شین که بلوچ بوتی حق حقوق برسیدن و سرزمینی واهند وعده بیتن حالا در چارچوب همین جغرافیا یا خارج چارچوب شی آینده تعیین کنند نشان دادند ولی هدف ما حق تعیین سرنوشت به ملت بلوچ و امیدواریم که یه وضعیتی که در جهان وجودیت یک تضادهای بین ابرقدرتان وجودیت سر من و ما یک فاضل گوندینی تا بین